سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. بریم با هم یه سالاد فوق‌العاده جذاب درست کنیم. مواد لازم: 2 لیوان نخود آبگوشتی که من چند ساعت خیس کردم و گذاشتم پخت، 3 تا گوجه، 2 تا پیاز، یه دسته جعفری و 8 تا خیار. این سالاد خوشمزه پای ثابت میزاتون میشه. اول با هم خیارا رو بدون اینکه پوست بکنیم سر و تهش رو میزنیم و نگینی خورد میکنیم. عالیه. خیارا رو که نگینی خورد کردیم تو ظرفمون میریزیم و میذاریم کنار. حالا گوجه هامونو سر تهش رو میزنیم و به اندازه خیارامون نگینی خورد میکنیم. اگه از این سالاد خوشمزه خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید و بیاید ببینید. گوجه هامونم که خورد کردیم به خیارمون اضافه میکنیم و میریزیم توی ظرف و بعد نخودامونو که پخته بودیم و حسابی گذاشته بودیم خنک شده بود به خیار و گوجهمون اضافه میکنیم و بعد جعفریامون ریز ریز خورد میکنیم. بعد از جعفریامون نوبت پیازامونه. حالا پیازامون رو نگینی خیلی ریز خورد میکنیم. عالی شد دوستان. حالا که همه موادمون رو نگینی ریز خورد کردیم و به نخودمون اضافه کردیم میریم سراغ درست کردن سسمون. برای سسمون سس مایونز، ماست، فلفل سیاه، نمک، سرکه سالاد، آب لیمو و سس بالزامیک و روغن زیتون و بنا به ذائقه و میزان دلخواهتون و به صورت چشمی با هم مخلوط میکنید و حسابی هم میزنید. سسمون رو که حسابی هم زدیم و یک دست شد میریم که به سالادمون اضافه کنیم. سس رو که اضافه کردین حسابی هم بزنین تا سس به خورد موادمون بره. بعد از این که حسابی هم زدین 2-3 ساعت بذارین داخل یخچال تا حسابی سالادتون طعمدار بشه. بچه‌ها این سالاد فوق‌العاده خوشمزه، ارزون و مقرون به صرفه است و فوق‌العاده طعم بی‌نظیری داره. حتما یه بار امتحانش کنید. این سالاد خوشمزه پای ثابت تمام میزه و مهمونیای ماست. امیدوارم شما هم درست کنید و از طعمش لذت ببرید.